مشکل نقلیات جمعیتی در دوشنبه بحث گرم را میان وزیر نقلیات و روزنامه‌نگاران به میان آورد. روزنامه‌نگاران به تکرار از وزیر می‌پرسیدند که چرا کمبود نقلیات جمعیتی و از معیار زیاد مسافر گرفتن آنها در دوشنبه حل نمی‌شود. مقامات تصدیق می‌کنند که تلاش تنظیم این بخش به خصوص از معیار زیاد نگرفتن مسافران تا این دم ناکام بوده است. همه روزا از طرف کارمندان نسبت رانندگانی که به زیاد سوار کردن مسافران مشغول میشوند زیاده از 25-30 پروتکل ما همه روزا وای میکنیم، لیکن متاسفانه این کار حال اصلاح نشده. نصفش حقارت میکرده، نصفش تعریف میکرده. وزیر نقلیات تاجیکستان که به گفته خودش از نقلیات جمعیتی استفاده میبرد، حل نشدن مسئله را به فرهنگ مردم ربط میدهد، فرهنگی که به گفته وزیر با گذشت سالها تغییر نیافت. دانشجوی ماشینکا شتیم چندین بار میرم قفود اصلا 4 کس است، یکی ببینیم میدرفتیم همین خلقت کرده پنجم آدم میشتیم. همون فرهنگ هنوز تغییر نیافته است. نقلیات جمعیتی یکی از موضوعهای اساسی شکایت ساکنان در دوشنبه است. نرسیدن نقلیات در صبح و شام و از معیار زیاد مسافر گرفتن از مشکل اساسی این بخش گفته می شود. مسافران میگویند در پیش آمدن چنین مشکل آنها را عیبدار کردن درست نیست. همه مارشروت‌ها ببین یگان تمام میست تا پر نکنه من افتادید. راننده های نقلیات های مسافرکش در پاسخ به این ناراضگی ها دلیل های خود را دارند. مدام خینتر اوزی برای سوزشوری قیمت دیگه آرنده وای داریم، آرنده میسپاریم. وزیر نقلیات اینجا در حضور خبرنگاران گفت برای حل مشکل نقلیات جمعیتی در دوشنبه تلاش دارند و به این خاطر قرار است به زودی از بانک جهانی مبلغ دریافت کنند. ولی حالا کسی گفتن نمیتواند که ساکنان دوشنبه کی از انتظار در ایستگاه‌ها و ماشین‌های سیر آدم خلاص میشوند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.